سلام، من فریما هستم و اینجا فریما آکادمیه. امروز با هم میخوایم 2 جلسه گذشته رو روی چارت و در ترندینگ ویو با هم مرور بکنیم و یاد میگیریم چطور تحلیل ها و ستاپ هامون رو روی ترندینگ ویو پیاده سازی بکنیم. حتما تا آخر همراه باش چون رکات کاربردی و حرفه‌ای رو قراره با هم یاد بگیریم. اگر دوست داری ستاپات حرفه‌ای تر باشه، سابسکرایب بدت نره. ببینید ما چند نوع الگو داشتیم دیگه. الگو اینگالف، پیرسینگ، هارامی، اسپینینگ تاپ ها و دوجی و مورنینگ استار، اوینینگ استار. یکی از رایج ترین هاش گفته بودم که الگو اینگالفه. ببینید الان این کندل ERC که کندل ERC سعودی هستش اومده نه تنها کندل قبل از خودش رو که تک کندل بیس هست، بلکه چند تا کندل قبل از خودش رو به صورت کامل اینگالف کرده. خب پس این میشه کندل اینگالف ما. برای رسم پراکسیمال لاین و دیستال لاین ما گفتیم 2 تا گزینه داریم، 2 تا آپشن داریم. آپشن اولی که گفتیم برای دیستال لاین همواره پایین ترین نقطه برای ما باید در نظر گرفته بشه که پایین ترین نقطه برای ما این ناحیه هستش. برای آپشن اول زون ما چون پهن نمیشه میتونیم کل شادوهای کندل های قبل رو هم در نظر بگیریم که یه شکلی مثل این پیدا میکنه. ببینید یعنی تا اینجا ما میتونیم رسم بکنیم. چرا؟ چون تمام شادوهای بیسینگ قبل کندل ERC اینگالفمون رو در نظر گرفتیم و زون ما هم پهن نشده. آپشن دوم میتونیم فقط و فقط اون بدنه رو در نظر بگیریم، یعنی میشه به این صورت و شادوها رو در نظر نگیریم. من تو جلسه های قبلی بهتون گفته بودم اگر زون ما پهن نشه بهتره که شادوها رو هم در نظر بگیریم چون شانس ما برای برخورد قیمت بهش بیشتره و اینطوری شانس بیشتری داریم برای پوزیشن هامون بدون اینکه قیمت از دست ما فرار بکنه. این میشه کندل الگوی اینگالف. یه الگوی اینگالف دیگه اینجا هستش، میبینید یه تک کندل هستش، تک کندل بیسینگ که این کندل اومده کاملا نه تنها کندل بیس قبل خودش رو بلکه کندل ERC قبل از خودش رو هم اینگالف کرده. ما برای رسمش چون تک کندل بیس وجود داره کلش رو در نظر میگیریم. برای دیستال لاین که پایین ترین نقطه در نظر میگیریم، برای پراکسیمال لاین رو هم چون ببینید چون که یک کندل بیس ریز هستش و شادوی بلندی نداره ما کل شادو رو در نظر میگیرید. حالا ما اینو ادامه بدیم. میبینید چقدر قشنگ قیمت برخورد کرده به این ناحیه‌مون و یه در اثر پول بک بهش قیمت صعود کرده. ما با اینا کاری نداریم. فقط خواستم بهتون قدرت ناحیه و بیس رو نشون بدم. این میشه که پس الگوی اینگالف برای ما. نحوه رسم پراکسیمال لاین و دیستال لاینش رو هم بهتون گفتم. ببینید دوجیا اون الگوهای صلیبی شکل هستن که بدنه های بسیار ریزی دارن و یا اصلا اون بدنه یعنی باز شدن و بسته شدنشون روی یک قیمت هستش. به اینا میگن الگوهای دوجی. ببینید براتون بزرگ کنم الان این سبزه برای ما یک الگوی دوجی هستش. خب ما این الگوهای دوجی رو تو برای زون هامون زیاد در نظر نمیگیریم مگر اینکه تو جای مهمی باشه و یا یک دستاورد خاصی رو برای ما داشته باشه. الان اینجا باز برای ما دوجی هستش. میبینید هم این کندل هم این کندل برای ما دوجی در نظر گرفته میشه. اسپینینگ تاپ ها ببینید اینا اسپینینگ تاپ هستن. فرقشون با دوجی ها اینه که دوجی ها خیلی بدنه نازکی دارن و یا در اصل ندارن اصلا اون بدنه رو. اما اسپینینگ تاپ ها یک مقدار بدنه بزرگتری دارن، یعنی یک مقدار اوپن کندل با کلوز کندل یک مقدار بازی داره، یک مقدار بین اوپن و کلوزش یک مقدار قیمت بالا پایین شده.
الان توی این ناحیه بنفش ما چند تا اسپینینگ تاپ ها داریم. این الان اسپینینگ تاپه، اینا اسپینینگ تاپ هستن، اینا اسپینینگ تاپ هستن و فرقشون هم با دوجی ها بهتون گفتم. برای الگوی پیرسینگ میشه گفت اینجا یک الگوی پیرسینگ داریم. چرا؟ چون که کندل قبل از خودش رو میخواسته اینگالف کنه، این کندل سبز میخواسته این کندل قرمز قبل از خودش رو اینگالف کنه اما نتونسته و از 50% به بالای اون رو اینگالف کرده. پس به این الگوی پیرسینگ گفته میشه. برای رسم ناحیه‌اش هم ما همواره پایین ترین نقطه رو داریم تا چون زون ما خیلی پهن نمیشه میتونیم از 50% شروع بکنیم به کشیدن، یعنی به این صورت 50% اون کندل پیرسینگمون رو، و یا میتونیم نه کلش رو همراه با شادوش برای پراکسیمال لاین در نظر بگیریم که اگر اون رو در نظر بگیریم یه همچین زونی به ما تحویل میده. پس برای اینم 2 تا آپشن داشتیم، یا 50%ش رو برای پراکسیمال لاین در نظر میگیریم و یا کل اون کندل رو در نظر میگیریم. اینم از این. اینجا یک الگو هارامی وجود داره. اینجا هم میشه گفت یک الگو هارامی وجود داره برای ما. یک الگو در دل شکم این الگو هستش. میشه یک زن باردار برای ما. چرا؟ چون این کندل سبز دقیقاً در دل این کندل قرمز جا گرفته برای ما. پس این میشه یک الگو هارامی. برای ترسیم پراکسیمال لاین و دیستال لاینش گفته بودیم همواره پایین ترین نقطه برای ما تا یا 50% از اون کندل که اگر اون رو در نظر بگیریم برای ما میشه اینطوری زون ما، و یا چون زون خیلی پهن نمیشه کل اون کندل رو در نظر میگیریم که میشه یه همچین چیزی، یه همچین زونی برای ما. اینم ترسیم هارامی. برای حالا این قسمت هم چون یه تک کندل بیس برای ما هستش کلش رو در نظر میگیریم. چرا؟ چون که یه تک کندل بیسینگ برای ما وجود داره، از طرفی هم اون کندل برای ما کوچیک هستش و اگر ما کلش رو هم در نظر بگیریم زون ما پهن نمیشه. میبینید که قیمت الان تو هیته آموزشیمون نیست، فقط صرفا میخوام بهتون قدرت زون ها رو نشون بدم که اگر درست رسم بشن میتونن ستاپ های خیلی خوبی رو برای ما رقم بزنن. الان اینجا یک زون دیمند بود برای ما، قیمت با کندل های ERC خوب حرکت کرده بود، در برگشت بهش با این کندل قرمز یک پول بک زده شد و چون اون زون برای ما حالا قانون قواعد رو میگم اما تا اینجا بدونید چون اون زون برای ما زون خوبی بود تونست یک حرکت رلی رو، یک حرکت صعود رو برای ما برمقام بیاره و یک آر به آر خیلی خوبی رو میتونستیم از این پوزیشن ها بگیریم. این بود الگوهای کندلی و همچنین نحوه رسم پراکسیمال لاین و دیستال لاینشون. این رو فکر میکنم یادم رفت بگم یا گفته بودم این الگو، اینها همه این الگوها رو براتون ترسیم کردم. اینا دوجی هستن و این الگو هم پیرسینگ هستش. نحوه ترسیمش رو هم بهتون گفته بودم، یا 50%ش رو ترسیم میکنیم، 50% بادی و یا کل اون بدنه رو در نظر میگیریم همراه با شادوها. جلسه گذشته رو با هم مرور کردیم و تمرین کردیم. وقتش خودت رو چارت واقعی ستاپ بسازی. برای ویدیوهای بعدی و آموزش‌های بیشتر خوشحال میشم کنارم باشی.